سرخط خبرها: بررسی وضعیت زندان‌های کاپیسا و پروان توسط معاون اداری ریاست الوزراء، تثبیت 670 جریب زمین عمارتی به نام پروژه خوادی در ولایت بلخ و حذف نام سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم از سوی آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. بینندگان گرامی، به خبرهای امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. امروز شنبه سوم سنبله سال روان هجری خورشیدی است. اکنون توجه کنید به مشروع خبرها. مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزراء، در سفرش به ولایت‌های کاپیسا و پروان وضعیت زندان‌های عمومی این ولایت‌ها را بررسی کرد. در خبرنامه میگوید معاون اداری رئیس الوزراء با حضور داشته والیان ولایت‌های کاپیسا و پروان با مسئولین ولایت‌ها دیدار کرده و امور اداری، آموزشی، خدمات صحی و قضایی، انضباط و سایر امور این زندان‌ها را مورد ارزیابی قرار داده است. مولوی عبدالسلام حنفی در این بازدید بر بهبود خدمات صحی، غذایی، تامین حفظ الصحه و فراهمسازی زمینه بهتر آموزش و حرفه برای زندانیان تاکید کرده است. قاری برکت الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه، میگوید که محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده اماراتی در زون شمال پس از بررسی اسناد و مدارک 670 جریب زمین به نام پروژه خوادی را در ولایت بلخ اماراتی تثبیت کرده است. آقای رسولی افزوده است که این زمین در ناحیه نهم شهر مزار شریف موقعیت دارد. اداره زمین شناسی ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که مرکز زلزله که حدود ساعت 6 صبح امروز رخ داده شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار بوده است. این اداره شدت این زلزله را 4.9 درجه و عمق آن را 4 کیلومتر اعلام کرده است. و خبر آخرم: آمریکا روز دوشنبه سوریه را از لیست‌های کشورهای حامی تروریسم بیرون کرد. بر اساس گزارش رویترز، این تصمیم با توجه به اقدامات و تعهدات حکومت احمد شر اتخاذ شده است. همچنین احمد شر، رئیس جمهور سوریه، این تصمیم آمریکا را تاریخی خوانده و گفته است که این اقدام به بازسازی کشور پس از جنگ داخلی کمک خواهد کرد. بینندگان گرامی، بود خبرهای امروز که تقدیمتان شده. از توجه و همراهیتان جان سپاس. خدا نگهدار.